شما خیلی صداها و اینا رو خیلی درست سر میاری، اصلا عجیبه. آره دیگه. همون کازم صدا میکرد. خود حسن مرجونی انقدر که شما درست شبیه حرف میزنی، خودش انقدر درست شبیه خودش حرف نمیزنه. یه بار به خودش زنگ زدم گفت منم دارم زنگ میزنم بهت. با هم رفته بودیم سوپرمارکت، دیگه گفت اومد و گفتش که هادی اینم بردارم. بعد یه دفعه خانومم سوپرمارکتیه فروشنده‌اش یه خانومو گفت صداتون همون جوریه. گفت مگه صدام باید چه جوری باشه؟ من همینم دیگه. خودش خندش گرفته بود. ای خدا خیلی گله. البته من اجازه شوخی رو باش دارم. یه عادتی داشتم از بچگی که هر چیزی رو سعی می‌کردم صداشو در بیارم. مثلا صدای لولای در یه اجازه شوخی با همین لولایی رو دارید. علی سلیمانی هم روش شد گفت خوب بچو واسه چی اومد بازیگر شد. هر تک تک بچه شروع کردن جواب دادن. نمیشه انگار علی سلیمانی خدا بیامرز اینجاست. کدوم بازیگر سورپرایزت کرد؟ آقای پوررم صدا میگفت اینجا گفتم جان. گفت ببخشید عجزت کردم. گفتم نه آقا ولش کن خیال. گفت انگشتر بگیر و در داد انگشتر رو بهمون و خلاصه عدلمون در آورد. اما واقعا چجوری ادای ابوالفضل پوررم رو در آوردی؟ خیلی قوی بود.